بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، 70 مسألة مهمة في الصيام للشيخ عبد الله بن محمد النجمي رحمه الله تعالى أو حفظه الله تعالى. نعم، اینک بعون الله تعالی ما درس خود را دوام میدهیم از رساله 70 مسئله مهم آیدی روزه از آن شیخ عبدالله بن محمد نجمی، الله سبحانه و تعالی این کس را حفظ کند. موضوع درس امروزی ما دوام حدیث های ضعیف و موضوع، ساخته و ضعیف. الحديث التاسع، حديث نهم: إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إلى خلقه الصوام، وإذا نظر إلى عبد لم يعذبه وله في كل ليلة ألف عتيق من نار. يعني حديث چندم گفتی سدست؟ حدیث نهم. حدیث نهم وقتی که اولی شب رمضان می شده است، الله به مردم روزدارش نگاه می کرده است، یعنی به خلق خود، اون کسانی که روزدار هستند نظر می کرده است، نگاه می کرده است. وقتی که به بنده نظر اندازد وی را عذاب نخواهد کرد. و برای الله در هر شب، یعنی در هر شب از شبهای رمضان، هزار کسی آزاد شده می باشد از آتش دوزخ. اورده ابن الجوزی، این را ابن جوزی ذکر کرده است فی الموضوعات در کتاب الموضوعات، و سیوطی فی در کتاب اللآلی المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، والكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. و کنانی در این نام کتاب ذکر کرده است. و شوکانی فی الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، و شوکانی باشد در این کتاب نام بر شده ذکر کرده است. والألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة على الحكاية أذكر، وشيخ الباني در کتاب السلسلة الضعيفة وموضوعة ذکر کرده است. نعم، یعنی مهم حدیث نهم از چی عبارت بوده است؟ اذا كان اول ليلة من رمضان نظر الله الى خلقه الصوام، واذا نظر الى عبد لم يعذبه وله في كل ليلة ألف عتیق من النار. وقتی که اولی شب رمضان می شده است، الله به خلقهایش، به خلقهای روزدارش نگاه می کند، نظر می کند، و چون به بنده نظر کند وی را عذاب نمی کند. و در هر شب هزار کسی آزاد شده می باشد از آتش دوزخ. الحديث العاشر، حديث دهم. حديث چندم؟ حديث دهم: إن الله ليس بتارك أحدا صبيحة أول رمضان إلا غفر له. یعنی البته الله یگان کس را پگاهی اولی رمضان ترک نکرده الا وی را مغفرت خواهد کرد. اورده ابن الجوزی فی الموضوعات، این را ابن جوزی در کتاب الموضوعات ذکر کرده است، یعنی وارد کرده است. فهمیدید؟ و سیوطی فی اللآلی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعة، سیوطی در این کتاب نمبر شده ذکر کرده است. و الکنانی فی تنزیه الشریعة المرفوعة عن الاحادیث الشنیعة الموضوعة، نام کتاب ذکر کرده است الکنانی. و شوکانی فی الفوائد المجموعة فی الاحادیث الموضوعة، شوکانی در این کتاب باشد ذکر کرده است
والألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة، وشيخ الألباني لكتاب السلسلة الضعيفة والموضوعة ذكر كذا. مهم حديث دهم شيقون بداس إن الله ليس بتارك أحدا صبيحة أول رمضان إلا غفر الله. البته الله یگان کسی را در پگاهی اول رمضان ترک نکرده الا وی را چی مغفرت خواهد کرد. الحديث 11 حديث 11 لو أذن الله للسماوات والأرض أن تتكلم لبشرت الذي يصوم رمضان بالجنة. اگر الله برای آسمان ها و زمین اذن بخشد، اجازه دهد، البته یعنی حرف زده بشارت میدهند برای کسی که روزی رمضان را میدارد با جنت بشارتش میدهند. اورده ابن الجوزی فی الموضوعات، ابن جوزی در کتاب الموضوعات این حدیث را ذکر کرده است. و سیوطی فی اللآلی المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه، و سیوطی در این کتاب ذکر کرده است. والكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، در این کتاب کنانی ذکر کرده است. والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، شوكاني باشه در این کتاب این حدیث را ذکر کرده است. یعنی حدیث 11 لو أذن الله للسماوات والأرض أن تتكلم لبشرت الذي يصوم رمضان بالجنة. یعنی اگر الله برای آسمان ها و زمین اجازه میداد، یعنی برای حرف زدن، برای گپ زدن، البته بشارت میدادن کسی را که روزی رمضان را میداشت با جنت بشارتش میدادند. نعم. نعم. الحديث 12 حديث 12 إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام، وإذا سلم رمضان سلمت السنة. نعم. وقتی که جمعه سلامت ماند تنج ماند، روزها سلامت میماند. وقتی که رمضان سلامت ماند سال سلامت میماند. یعنی جمعه سلامت ماند، مقصد جمعه را رعایت کرده شد، تمامی روزها رعایت کرده میشه. وقتی که رمضان رعایت کرده شد کلی سال تنج میگذرد. اورده ابن الجوزی فی الموضوعات، این را ابن جوزی در کتاب الموضوعات ذکر کرده. و سیوطی فی اللآلی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعة، سیوطی در این کتاب ذکر کرده است. والكناني في تنزيه الشريعة وكي تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، كناني دارين نوم كتاب ذكر كردس. والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، دارين كتاب ذكر كردس. نعم. نعم. حديثي دوزم چی بودست؟ اذا سلمت الجمعة سلمت الأيام، و اذا سلم رمضان سلمت السنة. اگر تنج ماند جمعه روزها تنج میمانند، و وقتی که رمضان تنج ماند تمام سال تنج میماند. گفته این حدیث هم اینا حدیث های موضوع ساخته. الحديث 13 حديث 13 من افطر على تمرة زيد في صلاته 400 صلاة. کسی به یک خرما افطار کند، روزش کشاید، در نمازش 400 نماز علاوه کرده می شود. اورد ابن الجوزی فی الموضوعات، ابن جوزی در موضوعات ذکر کرده است. و سیوطی فی اللآلی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعة، سیوطی در این کتاب. والكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة، کنانی باشه در این کتاب ذکر کرده است. و شوکانی فی الفوائد المجموعة فی الاحادیث الموضوعة، در کتابی چنین یعنی که شوکانی ذکر میکند. و تذکرة الموضوعات
فتانی از آنی فتانی همچنین یعنی که ذکر کرده است. مهم حدیث 13 از چی عبارت است؟ من افطر على تمرة زید فی صلاتی 400 صلاه. کسی که با یک دانه خرما افطار کنند یا روزش بشویند در نمازش 400 نماز علاوه کرده می شود. الحديث الرابع عشر حديث 14 من تأمل خلق امرأة حتى يتبين له حجم عظامها ورأى ثيابها وهو صائم فقد افطر. کسی که آفرینش زن را اندیشه کند تا اون اندازه که برایش حجم استخوان‌های زن یعنی که چی شوند معین شوند و کسی جامعه ها لباس های زن را بیند و روزدار باشد روزش می شکند. اورده ابن الجوزی فی الموضوعات در موضوعات ابن جوزی ذکر کرده است این را و سیوطی فی اللآلی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعه سیوطی ذکر کرده است و الکنانی فی تنزیه الشریعة المرفوعة عن الاحادیث الشنیعة الموضوعه کنانی ذکر کرده است و شوکانی فی الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة والشوكاني باشد در كتاب الفوائد المجموعة وإيدي حديثي ساخته شده وموضوعات ابن القيصراني وهمچنین در موضوعات قيصراني ذکر شده است. مهم حديث 14 از چی عبارت بوده است؟ من تأمل خلق امرأة حتى يتبين له حجم عظامها ورأى ثيابها وهو صائم فقد افطر. کسی که آفرینش زن را اندیشه کند تا آن اندازه که برایش حجم استخوان‌هایش معین شوند و کسی که جامه های زن را بیند لباس های زن را بیند در حینی که روزدار باشد فقط افطر البته روزش شکن یعنی میشکند گفته است. نعم. الحديث الخامس عشر حديث 15 من افطر يوما فليهدي بدنة فإن لم يجد فليطعم 30 صاعا من تمر. کسی یک روزی رمضان خورد باید که یک اشتر هدیه دهد، اگر نیابد باید که 30 صاع خرما خوراند. اورده ابن الجوزي في الموضوعات والسيوطي في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة والكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. یعنی در همین کتاب ها اصحاب آنها این حدیث را ذکر کردند. یعنی حدیث 15 من افطر یوما فلیهدی بدنه، کسی یک روزی رمضان خورد باید که یک اشتر قربانی کند یعنی هدیه کند. فإن لم يجد فليطعم 30 صاع من تمر، اگر نتواند یافتن 30 صاع از خرما 30 صاع خرما را خوراند. خب الحديث السادس عشر حديث 16 من افطر صائما على طعام وشراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصافحه جبريل ليلة القدر وصلى عليه. یعنی کسی یک روزدار افطار دهد، خوراک و نوشاکه دهد از حلال، فرشته ها در ساعتهای ماه رمضان به او سلام میکنند یعنی که صلوات میفرستونند و آن را دست دریاب میکند. جبرئیل شب قدر و درود میفرستوند بر او. اورده ابن الجوزي في الموضوعات والسيوطي في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة والكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. و این اصحاب این کتاب این حدیث را در کتابهایشان ذکر کردند. یعنی حدیث 16 من افطر صائما على طعام و شراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان. یعنی کسی یک روزدار افطار دهد به خوراکه و به نوشاکی حلال، درود میفرستند بر او فرشته ها در ساعات ماه رمضان و به او دستیاب میکند جبرئیل شب قدر و صلی علیه و به او درود میفرستند. به همین به عون الله سبحانه و تعالی رساله 70 مسئله مهم و عید روزه
از آن شیخ عبدالله ابن محمد نجمی با آخر رسید. از الله سبحانه و تعالی یعنی علمی منفعتناک و عملی صالح را کردن و گرفتن را یعنی مسئله دارم. و صلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.